میخواید بدونید اشتیاق و علاقتون چیه؟ خیلی ساده است. انعکاسی هست از هویت واقعی شما و آنچه که واقعا بهش معتقد هستید، آنچه ازش لذت میبرید، چیزی که میخواید دور و برتون باشه و کاری که عاشق انجامش باشید. اشتیاق شما مهمه که بدونید از ذهن شما سرچشمه نمیگیره، بلکه از قلب شما سرچشمه میگیره. اشتیاق شما چیزی نیست که مجبور باشید انجام بدید، بلکه چیزیه که واقعا میخواید که انجامش بدید. حتی چیزیه که بابت انجامش پولم نگیرید، حاضرید انجامش بدید چون یه سرگرمیه یا در وقت آزادتون برای لذت و خوشگذرونی بهش میپردازید. خلاصه بگم، اگر شما واقعا ازش لذت نبرید و اگه چیزی باشه که شما با حرارت بهش معتقد نباشید، اگر با قلب و روح شما هم نوایی نداشته باشه، در اون صورت شور و عشق و اشتیاق شما نیست. حالا کلی مطلب هست در این موضوع، میشه در موردش حرف زد، ولی فعلا اجازه بدید این سوال رو از شما بپرسم: چند کاری که قطعاً از انجامشون لذت میبرید چه هستند؟ یه چند لحظه بهش فکر کنید. اینها کارهایی هستند که شما برای انجامشون راحت از رخت خواب دل میکنید و سختتون نیست، در واقع مشتاقانه منتظر انجامشون هستید و همین دوستان من راز این داستانه. به خاطر همینه که بعضی افراد میگن مشتاقانه منتظرن برن سر کار، ولی خب بقیه چی میگن؟ خب اونا با سختی روزشون رو جلو میبرن و با خودشون میگن چطور کسی میتونه چنین چیزی رو بگه که واقعا مشتاق رفتن سر کاره؟ به خاطر اینه که اونا مشتاقن، چون کارشون در حوزه اشتیاق و علاقه شونه. حالا اجازه بدید این اخطار رو هم به شما بدم که اشتیاق مساوی با لذت نیست. تفاوت بسیار بسیار بزرگی وجود داره. لذات عموماً خوشنودی های کوتاه مدتند، اشتیاق اما خیلی خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. لذت ها میان و میرن، ولی اشتیاق ها در وجود شما عمیق و ریشه دار هستند و مانا هستند و سالها یا حتی دهها و یا حتی برای یک عمر با شما همراهند. در کهکشان هیچ اشتباهی وجود نداره، هیچ درست و غلطی وجود نداره. چیزی که دوست داری و دوست داری، یه دلیلی داره که شما نسبت به یه چیزی اشتیاق داری و اون دلیل یک هدف داره. خلاصه بگم، اگر عاشق کارتون نباشید، احتمال بسیار بالایی هست که اصلا انجامش ندید و قطعاً 100% انرژیتون و تمرکزتون رو هم معطوفش نمی کنید. درسته یا نه؟